سلام، منت گذاشتین قسمت دوم شبنامه رو با نگاه درجه یکتون تماشا میکنید. به خوش آب و هواترین قسمت شبنامه خوش آمدید. یه کمپانی تو ایران داشته باشیم که خیلی به فکر مردمه، حتما ایران خودروه. طبق تحقیقات انقدر مدیراشون هایما دوست دارن، هی هایما تولید میکنن میذارن یه گوشه، هی هایما تولید میکنن میذارن یه گوشه. انقدر اون گوشه رو پر کردن که همه مردم فهمیدن. 4 تاش هم میدادید به مردم. رفقا، تو روزای گذشته و جو این روزا خیلی ها دنبال اینا میدوئن. اما شما آدم حسابی هفته بمون، قدر اینا رو بدون. علی دایی حزب نازی و هیتلر رو بهشون میگن سلاطین فاشیست. چرا اینو بهشون میگن؟ به خاطر اینکه تو نژاد خودشون رو برتر از همه میدونن و در نگاه اونا انسانهای دیگه درجه 2 و 3 محسوب میشن. و این افراطیگری و این خودخواهی حال به همزن رو کی فریاد میزنه و میگه فقط حق با منه؟ اینو شما بگین. خب بچه‌ها اشتباه کردن، خودم میگم. پدیده‌ای که به تازگی از یه گروه فاشیست دیدیم همین داعشه دیگه. میگه ما حق داریم هر کاری بکنیم، ما خوبیم بقیه بدن، میتونیم بگیریم، بکشیم، تجاوز کنیم و هر حقی رو داریم. Most of the Israelis, if not all of them, deeply believe that we are the chosen people. There were more brutal occupations in history. There were even longer occupations in history, even though the Israeli occupation. خب ایشون آیه لوی هستن، روزنامه نگار چپگرای اسرائیلی که ظاهراً دوست نداره فاشیست باشه، اما سالومه، سرباز و ماشین جنگی لندن، کاملاً این اعتقادو داره. اما یه سوال، این دوستانی که گل سر یه دختر اروپایی لب پر میشد، فستیوالش هم روشن کردن راه مینداختن یا سر ماجرای اوکراین نماد انسانیت شده بودن، الان 6 خط در میون یه استوری میذارن برای کودکای بیگناه غزه. این روزا کجان؟ شما با شلوارک و موی بلوند رابطه بهتری داری تا انسانیت. The third set of values is the most dangerous one. And this is the systematic dehumanization of the Palestinians, which enable us Israelis. تندیس خال فداچه این هفته قرار بود تعلق بگیره به شخص دیگری، اما چون یه چند متری از شهر فاصله گرفتیم و آنتن نداریم و نمیتونیم نوشته رو پیدا بکنیم درست، تندیس خال فداچه این هفته تعلق میگیره به همراه اول که واقعا خال فداچه که چند متر فقط فاصله گرفتیم و هیچی آنتن نداریم. خال الهی فداچم جای عشق چشاتم، خال چاره ندارم حالا از همه دنیا فقط یک خال دارم. یه شرکت هواپیمایی داریم، میخوام یه پیشنهاد بهشون بکنم. به جای اینکه تمام هم‌مقامتون رو بذارین روی این که پرسنلتون تو جزیره کیش ساعت چند میرسه هتل، چه لباسی میپوشه، مدل موهاش چه شکلیه، یه ذره به فکر ایمنی هواپیما و پروازاتون هم باشین. مخصوصا همین هواپیمای نوامبر که دیگه با خواهش و تمنا هم از جت استارتر بعضی موقع‌ها استارت نمیخوره و روشن نمیشه و من بعید میدونم یه آدم 70-80 کیلویی هم بتونه روی صندلیاش جا بشه. جدا از این ماجرای پول بلیت نجف اضافه هاش چی شد؟ پولی به مردم برمیگرده یا نه با همون تعلیق 1-2 نفر سر و تهش هم اومد؟ ایشالله که رسیدگی میشه. یه دوست عزیزی یه کامنتی برای ما گذاشتن. اول اینو ببینیم.
اول اینکه به نظرم با کمی تفکر میتونید متوجه شید که اصلا از رسانه‌های ایران این برنامه پخش نمیشه و بستر پخشش متفاوته. دوم اینکه هیچ کس جز شبنامه تعیین نمیکنه خاله فدایی کی بشه. ساینتولوژی میدونین چیه؟ هیچی نیست. ولی بذارین برای اونایی که نمیدونن یه دو خط بگم. ساینتولوژی یه فرقه دستساز جمع و جوره که یه نویسنده داستان‌های تخیلی خودش درستش کرده. شبکه HBO اومده یه مستند ازش ساخته. حالا خودتون برین ببینین، شاید بخندین، شاید بترسین. اما تام کروز که حامی این فرقه بوده بعد از ازدواج با نیکول کیدمن از این اتفاق فاصله میگیره و از این فرقه جدا میشه و رئیس فرقه نیکول و باباش رو مقصر این قصه میدونه. چرا؟ چون بابای نیکول یه روانشناس به شدت حاذقه و گولخورش هم قفله. حالا بگذریم. این فرقه کلی تلاش میکنه تا پروژه جدایی تام و نیکول رو به سرانجام برسونه و وقتی که موفق میشه کلی کادو برای تام کوچولو تدارک میبینه، مثل ماشین و ویلا و از این حرفا. وقتی که تام وارد ویلا میشه میبینه عجب نازنین ویلایی. یکی از آپشن های این ویلا یک دختر خانومیه که قرار سرویس های فکری و غیر فکری به تام بده تا تام سر بخوره و برگرده تو این فرقه. حالا فکر میکنین این آپشن سوسکی ویلا چه کسی بوده؟ خانم نازنین بنیادی. ایشون حدود 2 ماه کلی سرویس فکری و غیر فکری به تام میده و بعد از کلی شستشوی مغز و روده رئیس فرقه از خانم بنیادی ناراحت میشه و بی‌اعتماد میشه و از تام جداش میکنه و برای تنبیه یک مسواک بهش میده تا سرویس های بهداشتی رو بشوره. یادتون نره ایشون همون کسی بود که قرار بود درس استقلال به بانوان محترم سرزمینم بده. اما حرف آخر این که بعضی از رفتن‌ها دیگه برگشتی تو کار نیست. تو الان دلت لرزید چون میفهمی که چی میگم، اما روی صحبتم با اونایی که فکر میکنن هر کی از اینجا میره عاشق خارجی هست. تو دل جوون این مملکت رو توشو خالی نکن. اگه کاری نکردی پاشو از فردا انجام بده. اگه نمیتونی مردونه بکش کنار. جوونای این کشور 1000 تا رویا دارن که دوست دارن همینجا بسازنش. یه کاری نکن رویاشون خلاصه بشه توی رفتن. اینا خون رگای کشور ما هست.